درود بر شما همیهنان گرامی و با آرزوی بهترین ها برای شما. در آستانه سالگرد 21 آذر هستیم. در سال 1325 در مملکت ما یک اتفاقی رخ داد و اون اتفاق این بود که نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران توانستند مناطقی از کردستان و همچنین آذربایجان رو که میرفت به خواست استالین از کشور ما جدا شود رو بازپس بگیرن و در حقیقت 21 آذر 1325 یک جشن بزرگ است برای ایرانیان، زیرا که اگر اون اتفاق شوم رخ داده بود نه تنها بخش‌های مهمی از مملکت رو از دست میدادیم، بلکه این سرآغازی میشد برای از بین رفتن ایران به طور کلی. بنابراین روز بسیار مهمی است، به همین جهت است که در یک چنین روزی ایرانیان هر ساله جشن برپا میکنن. جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 آغاز شد و در دوم سپتامبر 1945 به پایان رسید. در میانه جنگ، یعنی در 1941، نیروهای متفقین به ایران حمله کردند. حمله متفقین در سحرگاه سوم شهریور 1120 یا 1941 میلادی ماه آگوست رخ داد و نیروهای متفق برخلاف کنوانسیون ژنو و اعلام بی‌طرفی دولت شاهنشاهی ایران در جنگ، ایران رو اشغال کردند و شیرازه‌های مملکت از هم گسیخته شد. پل‌ها و جاده‌ها رو از بین بردن، راهن سراسری ایران رو در اشغال گرفتن، اداره پست و تلگراف و تلفن در اختیار بیگانگان قرار گرفت و بالاخره اینکه شیرازه‌های مملکت از هم گسیخته شده بود و با ایجاد یک قحطی مصنوعی که به خصوص نقش مخرب انگلیس ها در اون بود، بین 4 تا 5 میلیون نفر ایرانی بیگناه رو هم بر اثر اون قحطی مصنوعی از بین بردن و نیروهای متفق در ایران باقی ماندند، اگرچه که در یک قراردادی که جداگانه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و بریتانیا با دولت شاهنشاهی ایران امضا کرده بودند و تمامیت ارضی و استقلال ایران رو به رسمیت شناخته بودند و بعد هم در کنفرانس تهران که دوباره تاکید کردند، هم چرچیل هم استالین و هم روزولت، بر استقلال ایران و تمامیت ارضی ایران و اعلام کردند که ایران اشغال نشده است بلکه کشور دوست است که برای حمایت از جبهه شرق اینها برای رساندن سلاح و مهمات به روسیه از ایران استفاده میکنن و بعد از اینکه جنگ تمام شد ایران رو تخلیه خواهند کرد و همچنین به ایران کمک خواهند کرد پس از جنگ برای توسعه و برای بازسازی کشور. بعد از اینکه نیروهای ژاپنی از آمریکایی‌ها شکست خوردن در سپتامبر 1945 و در واقع بعد از وی جی دی که ویکتوری و پیروزی بر ژاپن بود، آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها نیروهای خودشون از ایران بیرون بردن و در حقیقت فرصتی فراهم کردند برای استالین و خوابهای آشفته‌ای که او برای ایران دیده بود. و در غیاب نیروهای انگلیسی و آمریکایی، استالین دستوری صادر می کند که فرمانی که به دستور استالین هست و اسنادی که امضای شخص استالین هست و بعد از سقوط اتحاد شوروی منتشر شد، حکایت از این می کند که او شخصا فرمان داده است که در ایران، در مناطق آذربایجان و کردستان، احزابی تشکیل بشه و فرقه هایی به وجود بیاید برای مسئله جداسازی این مناطق از ایران. و به این ترتیب است که میبینیم در آذربایجان در حقیقت در سپتامبر 1945، یعنی درست پس از خروج نیروهای آمریکایی و انگلیسی، فرقه دموکرات در آذربایجان تشکیل می شود و همینطور در مهاباد هم یک به اصطلاح حزب کمونیستی به وجود میاد. فرقه دموکرات که همونطور که عرض کردم با دستور مستقیم استالین درست شده بود، اعلام کرد که در همون ماه سپتامبر
یک هفته بعد که تمام کنترل آذربایجان در دست ما هست، یعنی آقای سید جعفر پیشوری یا جعفر جوادزاده نام اصلیش اعلام کرد که آذربایجان در کنترل ما هست. از ورود نیروهای ایرانی با آذربایجان خودداری کرد و یک هفته بعد هم در حقیقت مجلسی تشکیل دادند که در اون مجلس هم مواردی رو ذکر کرد، از جمله اصلاحات و تشکیل میلیشیای کشاورزان که ما اصلاحاتی خواهیم کرد و برنامه‌های رفاهی برای شما به وجود خواهیم آورد و در حقیقت به گونه‌ای که بتوانند مردم آذربایجان رو فریب بدن. و بعد از اون هم در ماه دسامبر اعلام کردند که اینجا جمهوری سوسیالیستی آذربایجان است و این مسئله در حقیقت آغاز جدا شدن آذربایجان بود از ایران. اشخاصی که استالین مستقیما به اونها دستور داده بود که با پیشوری همکاری بکنن و در حقیقت او رو انتخاب کرده بودن، یکی میر جعفر باقروف بود، عباس اغلو، که ایشان هم فرد نظامی بود، هم سیاسی بود، هم رئیس دادگاه انقلابی کمونیستی بود و وزیر فرهنگ آذربایجان، البته اون آذربایجان جدا شده پیشین در زمان قاجارها از ایران، باکو، و همینطور افراد دیگری که در کمیته مرکزی حزب کمونیست باکو بودند به اینها دستور داده بود که در داخل ایران شرایطی رو فراهم بکنن که این مسئله جداسری و تجزیه طلبی دامن زده بشود. و خب جعفر پیشوری هم که سابقه داشت در گیلان و سابقه داشت در باکو و عضو حزب کمونیست بود و یک کمونیست دو آتشه شده بود، فی‌الواقع بهترین چهره‌ای بود که میتوانست این کار رو انجام بده. از اون سو هم قاضی محمد که هم یک فرد حقوقدان بود و هم در حقیقت یک سیاستمدار کردتبار بود و پدر او جزء تجزیه طلبان کرد بود و با ارتش شاهنشاهی ایران در حال جنگ بودن اونها، او هم توانست که با کمک ملا مصطفی بارزانی یک گروهی از پشمرگه ها رو دور هم جمع بکنه و با ارتباط با 60 ایل مختلف کرد توانست نیروهای رو جمع بکنه و شخصی به نام صلاح الدین یا صلاح الدین کازیموف که افسر روسی بود این نیروها رو تعلیم میداد برای جنگ با ارتش ایران و همچنین 60 نفر رو هم اعزام کردن به روسیه و به باکو که برون و تعلیمات نظامی ببینن و برگردن و تعدادی افسر داشتن، حدود 30 نفر افسر رسمی داشتن، یک تعدادی هم افسر ذخیره و حدود 1200 تن سرباز و در صورت اینها آمادگی کامل پیدا کردن برای اینکه از ایران جدا بشن و به خواست استالین این مناطق رو ابتدا به شکل مستقل در بیاورن و بعد از این در حقیقت ملحق بشوند به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. گو این که میگویند که باقروف خودش در صدد بود که در نهایت بعد از جدا شدن آذربایجان بخش پیشینی که از ایران جدا شده بود در دوران قاجار و این بخشی که حالا قرار بود جدا بشود رو با یکدیگر ملحق کرده و در حقیقت رئیس جمهور کل منطقه آذربایجان میشه و بر اساس همان مرام کمونیستی و بر اساس مسائل مربوط به پان آذریسم. بر ترتیب خطر بسیار بزرگی به وجود آمده بود و دولت ایران هیچ راه چاره‌ای نداشت جز اینکه شکایت ببرد به سازمان ملل متحد. در حقیقت اولین شکایتی که به شورای امنیت سازمان ملل رسید شکایت دولت شاهنشاهی ایران بود از دولت کمونیستی اتحاد شوروی. شورای امنیت سازمان ملل 3 قطعنامه صادر کرد: قطعنامه شماره 2، قطعنامه شماره 3 و قطعنامه شماره 5 و وقتی که این قطعنامه ها رو ملاحظه بفرمایید میبینید که در تمامی اینها فقط یک حالت کدخدامنشی شورای امنیت داره و آن است که طرفین یعنی ایران و شوروی با هم دیگه گفتگو بکنن و نتیجه گفتگوها رو به شورای امنیت تسلیم بکنن و توصیه میکنیم در هر 3
قطعنامه‌ای که صادر شده است که شما از طریق مسالمت آمیز و گفتگوها مسائل فیمابین رو حل بکنید. و طبیعتا استالین تصمیم خودش رو گرفته بود و فکر میکرد که یک تاز میدان هست و به هیچ وجه حاضر نبود که مصالحه بکنه، تا اینکه سرانجام پس از اون قطعنامه شماره 5 و تصمیم دولت شاهنشاهی ایران، آقای قوام السلطنه نخست وزیر به مسکو می رود و با سادچیکوف وزیر امور خارجه آن زمان اتحاد شوروی گفتگو می کنند و قرار می شود که بر اساس توافقی که می کنند اتحاد شوروی نیروهای خودش رو بیرون ببره و در برابر اون ایران امتیاز نفت شمال رو به شوروی واگذار بکنه. البته دیپلماسی بسیار فعالی هم در سطح جهان بود. نماینده ایران در سازمان ملل کوشش میکرد و در آمریکا هم که ترومن روی کار آمده بود نگاهش بسیار سخت‌تر بود به شوروی تا نگاه روزولت و ترومن هم تهدید کرد اتحاد شوروی رو و در حقیقت با قطعنامه‌های شورای امنیت و اون چیزی که در جامعه جهانی میگذشت و تصمیم و اراده ملت ایران و فرمانی که پادشاه صادر میکند، اولا میگوید که اگر دست مرا قطع کنند سند جدایی آذربایجان رو به هیچ وجه امضا نخواهم کرد و بعد هم با فراهم شدن شرایط فرمان میدن که ارتش شاهنشاهی به سمت آذربایجان بره. و جالب اینجاست که بدانید که شخص پادشاه با هواپیما میره و روی قرارگاه‌های دشمن و میدان جنگ و مردم آذربایجان که متوجه میشن پادشاه اونها ناظر بر این صحنه هست، اونها بیرون میریزن و در حقیقت آنچه که لازم بود انجام بدهند مردم، یعنی با شادی سپاه مملکت خودشون ارتش خودشون رو بپذیرن و با کمک ارتش بتوانند نیروهای بیگانه و بیگانه پرستان رو بیرون بکنن، این عمل اتفاق میفته و در حقیقت آنچه که اسناد سفارت آمریکا نشان میدهد این است که حدود 420 نفر از اون یاغیان و جدایی طلبان کشته میشوند و در نهایت آذربایجان آزاد شد و بعد از اون هم حکومت جعلی کمونیستی مهاباد که توسط قاضی محمد به وجود آمده بود ساقط شد و ارتش توانست مهاباد رو بگیرد و قاضی محمد هم در میدان چارچوها یا چارچراغ مهاباد به دار آویخته شد و به این ترتیب قائل ختم شد و آذربایجان و کردستان در دامان مام میهن باقی ماندند و این یک پیروزی بزرگی بود برای ایران و اونطوری که بسیاری از کارشناسان گفتند و نوشتند این نخستین باری بود که روس‌ها جایی رو گرفته بودند و ناگزیر شدند که پس بدهند، برای اینکه هر سرزمینی رو که اینها اشغال کردند و به قول خودشون فتح کردند دیگه اون سرزمین رو به صاحبان اصلیش پس ندادن، آنچنان که در دوره قاجاریه هم بخش‌های بسیار بزرگی از ایران رو اینها گرفتن و این بخش‌ها رو جدا کردن و از ایران جدا شدن. بر ترتیب 21 آذر روز پیوند شاه و مردم، ارتش شاهنشاهی ایران و ملت ایران و روز پیروزی ملت ایران است. نه تنها روز نجات آذربایجان در تاریخ ثبت شده است، بلکه روز نجات کشور ایران و ملت ایران است، زیرا که اگر استالین پیروز شده بود و این تجزیه طلبها توانسته بودن به نیات پلید خودشون برسن، مسلم بعد از اون مناطق دیگری مثل خراسان بود و به این ترتیب آهسته آهسته از میان رفتن استانهای مختلف کشور و ملحق شدن اونها به اتحاد جماهیر شوروی و سرانجام نابودی کامل ایران بود. بنابراین این روز در تاریخ ایران یک روز بسیار پر اهمیت و یک روز درخشان و یک روز ملی است و بر همه شما هممیهنان گرامی، بر همه شما میهن پرستان خجسته باد و پیروز و پایدار باشید. پاینده ایران عزیزم.